خبری که این مدت خیلی سر و صدا کرده اومدن رونالدو و تیم النصر به ایران بوده. دوشنبه 27 شهریور رونالدو و تیم النصر با یک پرواز اختصاصی از ریاض به تهران اومدن. تیم النصر و رونالدو برای مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به ایران میان. این رقابت‌ها از 27 شهریور شروع میشه و تا 21 آذر هم ادامه داره. موقع ورود تیم النصر اولین چیزی که نظرشون رو جلب کرده بود هجوم تعداد زیادی از ایرانیان از نقاط مختلف کشور بوده. مردم دوربین به دست به دنبال اتوبوس رونالدو و تیم النصر میدویدن که همین هجوم باعث شده بود که اکثر راه‌ها مسدود بشه. جدای این هم بعضی از مردم به در هتل اونقدر فشار آورده بودن که در هتل شکسته بود و وارد لابی شده بودن تا بتونن تیم النصر و رونالدو رو ببینن. همینطور که تصاویر نشون میدن بعضی از مردم تمام تلاششون رو میکردن از هر راهی که میتونستن خودشون رو به محل اقامت این تیم برسونن. همینطور که میبینید بعضی از مردم دارن از کوه و تپه و اینا بالا میرن. تیم النصر هتل اسپیناس پلاس رو برای اقامت بازیکنانش انتخاب کرده. 2 طبقه بالای هتل کلاً مختص تیم النصر قرار میگیره که هیچ فردی به غیر از اعضای باشگاه و یک سری از کارکنان اجازه تردد توی این 2 طبقه رو ندارن. اتاقی که برای رونالدو در نظر گرفتن سویت اسکای هست که بهترین سویت این هتله و در بالاترین طبقه هتل قرار داره. کل طبقه بالا هم مال سویت اسکای هست. این سویت 250 متره که امکاناتی نظیر اتاق کار، اتاق مستر، سالن بزرگ، میز ناهارخوری 12 نفره، جکوزی، منیبار و غیر امکانات دیگه هست. خبر دیگه ای هم که خیلی سر و صدا کرده روش برقراری ارتباط رونالدو و تیم النصر توی شبکات مجازی بوده. در ابتدا وزیر میراث فرهنگی و گردشگری کشورمون گفته که رونالدو و تیم النصر باید برای برقراری ارتباط برنامه‌های ایتا و بله رو نصب کنن. اما خوشبختانه به این تیم سیم کارت های بدون فیلتر دادن که بتونن اقامت خوبی رو توی ایران تجربه بکنن. روز دوشنبه تیم النصر توی ورزشگاه آزادی آخرین تمرینشون رو انجام میدن تا برای روزهای بعد آماده باشن. این رقابت ها از 27 شهریور شروع شده و تا 21 آذر ادامه داره. رسیدیم به پایان ویدیوی امروز. اگه این ویدیو براتون جالب بود خیلی خوشحالم میکنید که نظراتتون رو توی کامنت ها بهم بگید و کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش هم فعال بکنید تا ویدیوهای دیگه‌مون رو هم از دست ندید. خیلی ممنونم که تا آخر ویدیو همراهم بودین و تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.